عملی گشتن برنامه رشد ساحه کیرمک پروری و کارکرد پیله در جمهوری تاجیکستان امکان داد که پرورش کیرمک و استحصال پیله روی به بهبودی بیارد. فعلا کیرمک پروران کوشش نموده ایستادند که برای پرورش شرایط‌های مساعد را فراهم بیارند. امروز ما با زنان خانه‌نشین در یک جایگی همکاری نموده دستور سپایش‌های پیشوای ملت را دستگیری نموده در حدود جماعت دهات پیله پروری را خوب به راه مانده ایستاده‌ایم و امروزها حاصل جمع نموده پیله را با زنان با یاری زنان خانه‌نشین جمع‌آوری کرده ایستاده‌ایم. در نقشه داریم که از پیله حاصل فراوان گیریم و سهم خود را به ساحه کشاورزی گذاریم. کارخانه فرعی پیله خشککنی شهر ترسونزاده طی 10 روز است که از کشاورزان خواجگی‌های خرد و میانه و جماعت دهات که به کیرمک پروری مشغولند پیله قبول می‌نماید. در کارخانه فرعی پیله خشککنی شهر ترسونزاده پیله‌های قبول گشته را از تشخیص گذرانده طریق اسباب‌های گرم‌گیری خشک می‌نمایند. ما موافق دورنما 370 قطعه تخم کیرمک آورده آن را در 2 حجره تخم زنده‌گردانی پورا زنده کرده به اهالی تقسیم کردیم. عین حال جمع‌آوری موسم پیله آغاز گردیده از جماعت‌های دهات و خواجگی‌ها پیله را جمع‌آوری کرده ایستادیم. نقشه استحصالی شهر ما در دورنمای 2021 10.5 تونه رو در بر میگیرد که عین حال ما 5 تونه پیله نو آمیخته رو جمع‌آوری کردیم. جمع‌آوری ادامه داشته. جماعت‌های دهات پیشقدم که عین حال پیله سپرده‌اند جماعت 10 سالگی استقلالیت، جماعت ریگر و جماعت ترسون تویچیف میباشند. ما کوشش میکنیم که دورنمای به ارزیمه گفته خود را در شهر پورا و زیاد اجرا نماییم. از روی معلومات‌های کارخانه فرعی پیله خشککنی شهر ترسونزاده جمع‌آوری پیله تا دهه دوم ماه ایون دوام خواهد کرد و نیت دارند نقشه به عهده گرفته‌شان را بر زیاد اجرا نمایند. به همه کیرمک پروران جماعت و دهات و خواجگی‌ها دستور داده شد که پرورش پیله را خوب به راه مانند و به تلف جمع‌آوری نموده به کارخانه فرعی پیله خشککنی سپارند.